صحبتمان درباره حل مسئله‌های ابراهیمیان یعنی حل مسئله‌های عضوی با آغاز میکنیم. ما مثال 25 را در درس گذشته کار کردیم، اما که امروز با مثال 26 سر میکنیم. قیمت‌ها را جابجا میکنیم. خب این طرف تا 20 زیرش در کار نیست. انا که میبینیم که در مثال 26 چی گفته است. خب قیمت فونکسیای y برابر 4 ضرب x مینوس 3 در درجه 6 مینوس f ضرب خلاص گپ اینمی میگن کار کرده شود. خب رنگ پیشتر را آغاز میکنیم. من اینجا کپی کردن میگیرم و در اینجا میمونم. دیدم شما لکه باید خیتش کرده باشین که ایشان چخیل میشود. خب دیم داریم یا شد داریم وال x را وارد میکنم. فقط در اینجا فرمولای ما کمتر تغییر میابد که اینجا چیه 4 ضرب x. خب بنویسیم 4 3 را کورش میکنم ضرب x خواسته گرفتگی بود مینوسی اگر خطا نکنم. خب 4 ضرب x مینوسی 3 در درجه 6 بود. یه بار بینیم با اینجا. خب مینوسی 3 در درجه 6 مینوسی 7 ضرب x بود میشه. خب مینوسی 7 ضرب x مینوسی چند باشه پیجه ده. خب مینوسی 3 در درجه 3 جمعی ده مینوسی 3 در درجه هردش 3 جمعی ده. خب جمع دو را با رای قیمت دو داشتن x حساب کنیم. خب انا بود مثالی 26 نگذاریم بر مثالی 27. اختار میتونیم که یه بار کار کنیم بسنجیم بینیم نه دانش کنیم. انا که شرطی مثالی 27 میبینیم که چی گفته است. خب عددی a داده شده است. قیمتی a در درجه 8 رو با استفاده از تغییر یابنده این الهاگی واسه عمل ضرب حساب کنیم. برای این پی در پی a در کوادرات a در درجه 4 a در درجه 8 را حساب کنیم. قیمت های یافته شده درجه های a رو چوب از چوب براریم. خب میداله که ما یک چند تا داریم در این مورد را میگیریم. خب اینجا دا a گفتگی خیلیشان بست نمیشه بعدا استفادهش میبریم. ما اینجا دا زبان کلماتور شیوه کنیم بسیم. خب اینجا دا میمونیم a b 4 تا شید 4 تا شیده باشه میشه. من اینجا x نه اینجا دا a را میمونیم. خب ای قیمتی میگیره قیمت را یعنی که اینجا را a را با قیمت چی بعدی آلمانیم برای. خب یه قیمت میگیره نکی اینجا سر میکنیم رامو توضیح میکنیم. خب یکم گفتگی بود a در کوادرات a در کوادرات یکم قیمت من حالا که جوش میبریم. انا میره ما باست در کپیه میکنیم. شما دا مسئولیتتون نمیتون شما دستی بنویسید شما دا بهتر میشه. خب a در درجه 4 گفته بودیشه انا ایش باشه a در درجه 8 انا اینجا حلش میکنیم. ما داریم x
با بعدی داریم. خب ب بود با فکرم. بله ب گرفتادیم. انا که ایوشم آلیش میکنیم. چوب دمیتیم شون. کنترل کپی. خب ایگریک دو بود. ایکس چور میبرد. انایش باشه ب. انایی گوشم یاد برد آلیش کدام میمونه. اینجا چور. خب مثال 27 هم تایور. اکنون میگذاریم با مثال 28. مثال 28 یه بار میخونیم. خب 28 اومده یا دو داشت است. خب این هم رنگی هم های فقط این در درجه 15 هست. 2 3 5 10 15 گفته است بروریم. همین را آزی داشتم کپی کردم میگیرم. کنترل کپی. میمونه. که ا داریم. خب ما در درجه ده، ما در درجه 3، ما در درجه 5. بعد 5 هم بوده که بعد 5 10 و 15 خودش ده تقریبا دیگه خوش میکنیم. خب ب باشه اس باشه ای دی. تمام. ده اینجا باشه 15 اس اینجا ده نمیسونم قریب آمد. فقط ای پایان دو تا دیگه چوب شونده خوش میکنیم که ایش هم درست شد. کنترل کن. اینجاش اسمشه اینجا دی میشه. خب اینجا عادتا 14 آمدیم 5 شید. اینجاش میشه 6. انا مثال 28 هم تیار. میگذاریم با مثال 29. خب در مثال 29 ماده چی گفته است؟ یه بار میبینیم. مثال 29 قیمت کنج ا یعنی خورد ا کلان 0 نه که خورد 360 با گرادوس داده شده است. قیمت این کنج با رادیان های ifade کرده شود. اگر 180 گرادوس برابر پی باشد به صورت قیمت پی 314 استفاده برده شود. در کمتر مثالی کار کنیش وزمینتر غلطی ده خوازی کارش میکنم هیچی گپ نه. انا که ماده ا در کار میشود. ای مثال 29 کار کنیشه آغاز میکنیم. یکیش ما لخون نشد. این مثال کمتر فرمولاش دروزه نظر به مثال دیگری آسان تره. خب ما یک تا داخل کننده داریم. انا که دریجه این زیادتی شما گذاشت کنم. ا در کره پ در کره. خب انا بعد عمل اس هم باشه بیستم وزیرشتم جای اینه را با پی علیش میکنیم. پی برابری آ نه همون قیمت پی را گفته بود که 314 را با جای پی استفاده بریم. 314 اوکی دوامش میتیم. انا ایشا توضیح میکنیم با جای این اس گرفته بودیم اس هم میمونیم اس برابری. خب فرمولایی همین خیلی میشه پی ضربی آ پی ضربی آ میشه و انا بعدا تقسیم 180 گرادوس. خب تقسیم 180 تمام. این اینقدر های فرمولای این ما را توضیح میکنیم. اینجا قیمتی اسمونا چوب شده میتیم.
خب نقطه دیگه را توضیحش میکنیم. انمی بود فرمای مثال 29 همون دیده نه چقدر فرمای عادی. آغاز میکنیم مثالی دیگری مونه سیم مونه. خب مثال سیم هم یا برای نظر میگذاریم چی گفته است. قیمت کنج با رادیان ها داده شده است. قیمت این کنج با گرادوس های ifade کرده شد. یعنی در این مثال سیم و برعکس کاری 29 میکنیم. برای همین ایرا کپیا میکنیم علاقه چیزی تایورایی برای مرا. خب میمونیم فرمولای ای برعکسی کاریون میشه. یعنی چقدر برعکسی کاریون میشه؟ اینجا 180 میلیون سرشایده فرمولا نگاه کنیم. ای میشه ضرب ا تقسیم پی. خب ضرب ا انا اینجا بعد تقسیم 180 کرش میکنیم جاشتن منویسیم پی. انا ای فرمولای نمونه برای مثالی سیم. خب با همین سر بلند خون آباد باشین تا نوارهای بعدی. من میتونین شما از برنامه را کار دارین یا بار بسنجین 100% کار کرده است. سر بلند خون آباد باشین تا نوارهای بعدی.